کتاب حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرایی عیبدار می‌کند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردم بعضی از محل‌های آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر آن هم برای بیان اندیشه بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیون تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر، در ابتدا از شما شروع میکنیم. یعنی نظر شما عبدالقادر عبدالقهار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، به بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحبا. خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم. از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغاز بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم. از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید من دقیقاً جواب میدم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که دستایفسکی روزگار جوانیشان، یا که مثلا چرچیل، در حقیقت هم اسلوبای پوبلیسیست که در این کتاب هست ولی اصلا سرگذشته است. یادنامه یک صاحبکار موفق برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیث دیرکتور کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با اهورامزدا قسم خالصانه میگویم. عبدالقادر، ولی حالا نظرتون به بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟ خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی بار دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن بود است، ولی چند نکته‌ای هست که اکای میرزانبی باید در این کتاب نمیبود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟ مرحمت. مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت آریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه‌هایی را پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمی‌شود پیمانکارش را اکای عبدالخلیل. یا که مثلا استاد باباجان غفورov وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز می‌دارد. یعنی اساس‌های جدی ندارد. یعنی در اساس بعضی آوازه‌ها نوشته شده از بعضی فاکت‌ها. مثلا خب یا که مثلا آژانسی کاروپسیا رو عبدالخلیل برادر ما آژانسی همپیمانی فساد میگوید که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل رو میگوید که بر اثر مثلا اون که صاحبکاران رو بسیار به تنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستند. ولی یعنی منظورتون این است که به این نکته‌ای که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دهد، همین طور؟ نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشد. یعنی که من از 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه
کسی را یا گناهکار کرده است یا متهم کرده است یا ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است در حبس نگه داشتن؟ نه من هر چی که خواندم میگویم اینه که همین 15-18 فکت و دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو به اختلاف بیارد باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هر چی که تابو است باید رو ما نیاریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخلیل میگوید که من از وادی خراجگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگه که مثلا خودشان رو کلان نیست میکنن و وادی زرفشان رو پیشنهاد میکنن و فلان. وقتی که میگه که مثلا در یک ولایت 3.5 میلیونی ختلون اکثرش خلوقن یا که مایده ملتن یا که از دیگه، یعنی همین رو باید نمینوشت، بهترین کتاب میشود. تشکر. ظفر صوفی، میخوایم اندیشه شما را درباره دستگیر شدن 2 نفر بدانیم که به قول برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن. نظر شما چی است؟ درود بر شما و درود به عبدالقادر عزیز. ببینید، من عبدالقادر یک اشاره کردن که هیچ تصور نکنم که در سنگر باشم. من واقعا اینجا سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم با توجه به اینکه صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستند که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه، گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز فردا مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادر هم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که اینا را بازداشت کنم، یعنی که علت عبدالخلیل. حالا عبدالقادر میفرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود، یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولتداری داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگویند که ساختن کمیته کروپسیا یا که هم ضد فساد، این خودش توجه همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اجنتی ضد فساد ضد کروپسیا بیشترین بازداشت‌هاش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کارا نیستن؟ خیش تبار وزیر اومد از کروپسیا فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده. اون کروپسیا نیست؟ مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته همین اجنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه بر علیه اینا؟ تشکر. حالا برگردیم به خودی همین کتاب. یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعد آن به جوابگیری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعداً چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است دیگران آن را درست نمی‌شمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟ عبدالقادر مرحمت. من تاکید می‌دارم که اصلا مقابل اون هم که این دو هم صاحبکار و هم نام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشت پنجره واقعا هم کمی سخت‌تر گرفتن مقاماتی‌ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوه‌ای که بالای شما آمده است ما قضیه‌اش را تحقیق کنیم. و من هم حالا باور دارم که همینها عجبی نیست که پشت پنجره نشینند.
چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای صاحبکاران تاجیکستان، ولی اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حال حاضر از نمایندگی صدای بلند میکنند. رئیس شورای صاحبکاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که با صاحبکار و محرر کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برآیند، ولی وقتی که راستیگر در برنامه شما خیلی سراسر میشم، شما وقت رو معین کنید در کار میزنید، مثلا 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم. من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچون یک کتابدار و همچون یک مثلا زیویی قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که چون خودی من زردشتی هستم، همون تصویر میکند کاشان و یزد و ویرا، یا که در قسمتی که زندگی نامش را مینویسد که چه خیلی با کدام دشواری ها صاحبکار شد. من چی بخواهم همین 18 نکته رو از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب ها می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پروکرور بینرال گفته است که و برای شهر پنجکن گفته است که پروکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش رو گذرانده است. یا اینکه عبیدالله نماینده عبیدالله محمد داماد گفته است که 3 ماشینا را خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فقط رقم در کو. یا که مثلا وقتی که میگوید که راهبر آریما برای آنکه جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب عالی نزدیک میشود، از همین خاطر این را باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی گویم هوسکارانه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اجترا برده هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی را گناهکار کردن. ولی ببینید همین نکته‌ای که شما خیلی خوب این نکته را اشاره کرده درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدام محله که نیستن و مثل اینکه بهتان هستن. خب انا در مورد ماده 189 ایلچیموس مرا 1 دقیقه وقت بدید. خب در بالا قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموما دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگرایی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان میگوید که اینها پیوسته زیر ظلمی مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها رو همین سونی های تاجیکستان کشتن، نابود کردن، یا که اونها رو پیش وشون گرفتن، رشدشان رو یا که پیش یا که نماندن اونها رو در مقام مرتبه ها. و یا که خب در منطقه ختلان 3.5 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها ماندن، از جمله اینه که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 100% درست میآید آقای میرزا نبی و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتابدو. همینا را من میگم که 18 نکته را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنند و کتاب بازنشر شود به همین نکته ها. اگه عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است. بله تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی رو میپرسم در رابطه به همین سوال. یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعد آن به جوابگیری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعداً چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتن که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت. درصد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادر هم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب
تاجک و عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی میگویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن در یک کشور دموکراتی. اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه، یعنی دیدگاه شخصیش. حالا همون سه نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند چیز شود و ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگه من در وادی رشت، نمیگه که من نیست، میگه من پیدا نکردم و امیدوارم که، و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما به حساب احساساتی نمیدونم چی داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگه که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته که از او برداشت‌های شخصیش است. هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی ام، اقتصادی ام. برداشت‌های شخصی از روزگار خودش. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته. اون نکته که اشاره می‌فرماید که گویا در ختلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تاثیر گذاشته باشن، هیچ قومای کوچکی که در اونجا آمدن بعدن آمدن و اونجا هستن به اونا تاثیر نه. اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونید تمامی منصبای کلیدی از با احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصب‌های کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق، یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی ام، نه بدخشانی ام، نه ختلانی ام، من تاجیکستانی ام. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از ختلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی موارد تاجیکتر از خیلی تاجیکاست. برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حق نگذریم. نه بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینید در اینجا؟ من که تحقیر و گذشته از این، اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده، ولی میتونست نباشه در کتاب. اما او خواسته این چیز. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این ختلان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقای و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمیدم نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکنه اسمش فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه شد دفعه سوم کامل از هر جا هرش مثلا از گنده که فراموش نکردم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذریم. ما مردم، یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتون میگم عبدالقادر، شما آمده اعلام کردی که من زردشتیم، چقدر بر علیه حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی‌ها سرکوب میشدن. در تمام طول تاریخ این چیز بوده. از زمان حکومت جناب امان رحمان خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم. ارتش میفرستن میاد، ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن. یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ ما کور که نیست. باید ببینید بدخشانی هم برادری من، ختلانی هم برادری من، زرافشانی. تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشویم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتن؟ محض همین کتاب رو جناب ظفر صوفی مرحبا. بعضی الهه‌ها محلگرایی به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیازخواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشه وجود ندارد، چون او امتیازخواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشنفکراست یا حکومتداراست.
بیشتر در حکومت داره به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها رو به خیش یعنی که به آدمای خودشون از هم محل خودشون اعتماد داشت چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد من فکر میکنم محلگرایی برهم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کار شروع کردن خودشون محلگرایان. تشکر. ارتباط دارن با ارتباطشون این کار برقرار شد. نه اینکه مثلا من باور دارم حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتاب خوانده باشه و دنبال خواندن هم نیست. ببینید عبدالقادر نظر شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهدی بحث درباره درد محلگرایی در تویسان میشیم ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتن؟ مرحبا. من بعضی علاوه ها با سوال پیش با جواب پیشتر اضافه دارم. خواهش میکنم اینا در افیر گذارید. مرحبا. در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخلیل. یک انسان موفق است. شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخره، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازه و ببینید که مثلا تا 500,000 تن پخته اکسپورت میکنه در عبدالخلیل. خب من گمان میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچنین یک انسان موفق منوشت. باری دیگر میگم از همین آنه که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از غم پدرشان درگذشتن، این کس در آسیای مرکزی بار اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دیل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده ایستادید و من ایراد با پروکراتور گنرالی دارم و مرکز مطبوعاتش. بگویند که چرا همین معلم رو وای کردن، بازداشت کردن. خب گفتن که خالقزاده به همین ماده 189. ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است حالا هیچ چیز نگفته از پروکراتور گنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشند، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه‌ای به جناب بنویسند و حالا وقت هست که ما این دو صاحبکار موفق و دانشمند خیلی عزیزم همنام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم. وقت داریم ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو چی بگیم، درد محل حالا یک درد مزمینی همین کشور ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم کو در چند نکتهش همین درد محل بروز میکنه. ببینید نویسنده خلقی تاجیکستان جمع الدین سال 1978 رمن مشهورش گذشت ایام را نوشت ولی مندرجه آن را که به سیاست شوروی سازگار ندانستند و چاپ هم نکردند ولی کسی را هم زندانی نکردند. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگران میشد. میبیان مثلا میگن که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنن در شبکه اجتماعی، اما نه پروکراتور جواب میگوید، نه وزارت نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. اون چیز وجود نداره، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کنه که بگید که مثلا ختلانی و فلان یا نمیدونم بدخشانی و فلان یا زرافشانی و فلان پیدا میشن، میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟ اگر حالا بیاید به سوال برگردیم. درست است، حالا بیاید برگردیم. بله. ببینید گلاولی در زمان شوروی یک چیزی به نام گلاولی وجود داشت، پیشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه. حالا مثل که میخواد گلاولی هم برقرار کنه، چون از زبان
جالب در این که با از زبان آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است از زبان اون پخش بشد که باید که یک چیز شبیه گلاولی در تاجیکستان باشد. آخه برای من برای کتاب بدیعی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است برای کتاب بدیعی؟ اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید. در اتفاق نویسندگان شورا دارد برای کتاب بدیعی. خب همونجا میبینن اگر این عبدالقادر میگه که 18 نکته رو باید، چرا 18 نکته رو بگیرد؟ اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است همون رو بگید که این مثلا برزدی محل داره، اون برداشت درباره موضوع غفور گفت است. خب چی هیچ مشکل نداره، اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بشه. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکردن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمایی بودن که یک کمی فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشه. و در از طرف دیگه هم ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سویتی ادبیاتی آزاد و گوناگون اندیش نبودم. آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی و آزاد اندیشی و تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته. ما مثلا میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه یا از ملت‌های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمعه آدمی هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کالخوز فلان گفتن همون مثلا گناهکارش کردن. در اصل مثلا اثرش هیچ چیزی نداره. من جواب دارم. بالا سوال من جواب دارم. مرحمت. شما در مورد اون میگید که خش تبارد همین عبدالخالی نه کمتر در 10 صفحه‌اش می‌نویسد که دوست و برادری عزیزی من سیمین یتیم ستارش و باز میگوید که مادرش رو تربیت کردم توبت کردم و میگوید که همین گرده های خودی همین جناب یتیمی در همین بیمارخانه من جراحی شد و باز میگوید که سروزیر مملکت ما را با وزیر کارهای داخلی رمضان رحمانی الله آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون رو پشت پنجره نمیشونن خیش تبور خودشون. در تمام کتاب همین عبدالخلیل میگوید که من دوستی وزیر امنیتم، دوست و برادر وزیر کارهای داخلی ام و همنشینی سروزیر مملکت هستم. یعنی فهمیدید؟ مقصدی من رو فهمیدید؟ یعنی هر چی که میگویند ولی اساس در کار، دلیل در کار برای اون که اون چی که میگویند. و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدساتم قسم بهترین کتاب هستن. فقط همین نکته ها را بگیرن دیمورا باز. من همین میبری بلند همچنین یک زیایی از پروکورور گنرال جمهوری ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالقادر رستم برادر من، همنای من و خلیزاده از موفق ترین بیزنسمن صاحبکار تاجیک را جواب دهند. تشکر. و حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشتیم، اما به نوع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا اون محل یا کلان تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد. از جمله از تاریخ شناس شیشوف گرفته تا عینی کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعد مرگ هم جزا بگیرن. درست. اگر شیشوف نوشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است، چون حالا ما ملت نشده ولی وحدت ما تحکیم نیفته است، وقتی که یک پنجکنتی در مورد ختلان می‌نویسد اگر کم بودی هایشان بگن اینا در سخت میرسد. یک ختلانی نسبتی بدخشان می‌نویسد اونها را سخت میرسد. حالا فرصتی نرسیده است که ما نکته مهم، حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم. همین مارکو پولو یا که درست گفتن شیشوف یا که همین پژوهشگری چینی درباره تاجیکان ببینید که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیتی ما را نداشته باشه کسی چیزی نمیگوید. ولی حالا همین فرصت نرسید. شما ما را اکای میرزانبی و ظفر التماس ما را درست بفهمید. حالا ما در سطح ملت چی بگیم همین جریان ملت شوی ما انجام نیافته است. بله تشکر. ببینید مثلا من یک نکته، خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشدیم یه نفر اندیشه بیاد دلسوزانه بگید از اون برداشت غلط کنیم بعد بگیریم بازداشت کنیم، شما که میگید درست شما بگید که مخالف بازداشت، اما خب این سوال من به نهادهایی که بازداشت میکنند و ادامه دارد این کار، مگر به خاطر اینکه نظرش گفته او دلسوزانه چرا ما بیام دلسوزانه اون برداشت غلط خودمون برگردیم بار کنیم که چون مثلا آمده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم برای این باید بگیریم بازداشت کنیم، این که دیگه نشده است برای صاحب.
تشکر. چون هر سه ما ژورنالیست هستیم نمیدونم کی را سوال داره استاده. در هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر یک جمله دیگر من اضافه کردن هستم. برداشت من خلاصه من چی است؟ همین اکای عبدالخلیل در فاجعه برادرش اگر کتاب رو ظفر خوانده باشه گروگان گرفتن و به فاجعه انجامیدن. خب بعداً ضمن فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات‌های تفتیشگری اونو در تجارتش اختلال خلال رساندن. همین نویسنده باید دیگه کینه و کدورت نگیرد. در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات‌های تفتیشاتی و حتی همین فرانت خلقی را ما فرانت خلقی میگه فقط بایویکا میبخشن باید نمیفهمه. این برخلاف کننده حاکمیت کنستیتوسیونی هستند. در همونجا هزارها افیسر، پالکونیک، خب افسرهای کادری، خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایوی گفتن ممکن نیست. عبدالخلیل در این کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمیخواهد که و حتی در همین رویدادهای بدخشان حتی میدونه جانبداری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی رو نمیخوان، الیمنت های کریمینالی که بدخشان بودن از اونها دستگیری میکنند و میگه که معاون وزیر امنیت گناهکار است که از اون یعنی که دولی هم میخواست یا که حق طلب میکرد با همین خود کشته نشه. در تمام همین احساس بدبینی همین عبدالخلیل با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی، مقامات های تفتیشاتی رو با صفر برابر کرده است. بنابراین اعتراف نمیکنه. تشکر. ببینید یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات یعنی دستگیر و زندانی کردن روشنفکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند برای یک کشور چی بوده میتواند؟ جناب ظفر صوفی مرحوم. چی بوده میتونه؟ یا تاریکی میتواند باشد. وقتی که ببینید در کشوری که مثلا ما ملت عبدالقادر میگه که ما ملت نشیم در حال شکلگیری ام، وحدت ملی ما در حال شکلگیری است. وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگه که این کمبودی اصلاح شد، ما اگر شیشاف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را پسترین عادتامون را بگه تحقیر کند، اون بیگانه تحقیر میکند. من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاحشم، یا بیگانه در خانه من وقتی میاد صحبت میکنه طبیعی است که منو تحقیر میکنه. اون تحقیر قبول نکنیم. من یکی میخوام اصلاح بشه این کمبودی اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم، عاقبتش چی میشه؟ در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد. شما ببینید مثلا 2-3 نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتوند بیان کنند، از جمله این برادر ما که خود تشکر. کشور به کجا میبرند؟ به تاریکستان. بله تشکر. جناب عبدالقادر، همین سوالی که من به ظفر صوفی گفتم نظر شما چی است؟ شما چی میگویید؟ مرحبا. درست. من هم جانبداری آن هستم که هر متفکر، هر دانشمند، هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید. کاملا مقابل هستم که یگان مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشتی پنجره بکشد. همین من هم اونقدر حال خوبی ندارم. 1000 سال از تمدن آریایی میگویه. حالا من 7 ماه شد در تاجیکستان کار ندارم. به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی از کار نگیردی. نه یعنی که کاری آسان نیست. حالا ما باری دیگر میگم که برای ملت شدن حالی کمی وقت است، برای وحدت کامل هم تهیه کردن وقت است. بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بداند که مقابل او حتما عکس العمل میشود. مثلا من آماده هستم. من کمبودی را میگویم هیچ متهمی از کسی ندارم. تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم. تشکر. ولی حالا به سوال آخر میرسیم. یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این نوبت میگرفتن و یا به توصیه شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم گوش میکردن چی توصیه میدادید؟ مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی. خب شاید من کوچکتر از اون باشم که توصیه بدم، اما اگر چیزی بود مثلا من درخواست طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط، هر دوشون آزاد بشن و عموما از این بابت هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه
اگر دعوت به تروریسم نیست، دعوت به آدم کشی نیست، دعوت به جنگ بین قوم و محل ها نیست، نباید بازداشت کنند. پیش از اینکه یک کس بازداشت میکنن باید بیان تحقیق بکنن. تشکر. و خواهشم از در رابطه با خواهشم از روشن فکرا، بیا برادرها انسان بشه، تاجیک بشیم و تاجیکستانی بشیم، نه اینکه مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیک هم سر کرده تا کارمند وزارت و نمیدونم تا ژورنالیست و همو نبیم، فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر را بدبخت نکنیم. تشکر. محترم عبدالقادر عبدالقهار مرحمت، شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم. کاملا به ظفر راضی هستم. حتما در 5-7 روز اخیر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند. جناب عالی باید به این کار دخل کنند، چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد، به اندیشه اونا دخل کرده باشد، بیاید امنا را ببخشیم. و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به 10 میلیون دلار است، این افسانه است برای مردم تاجیک. عبدالخلیل اگر یک نفری که مثلا همچون ژورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید، درشت میگوید، استاد عبدالقادر هم نام من، اینا حتما باید آزاد کرده شوند. یک آگاهی نو، یک صحبت برادرانه باید اونها مقامات جناب پروکورور گنرالی با هر دو اینها انجام میدهد که تو بار دیگر میگویم که در تحکیم ملت، در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینا سهم میگذارند و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوراند نگردن. و من خلاصه من همین است. من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف، مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستند. تشکر جنایتی وزنی نکردن اینها. بله، تشکر زیاد به هر دوی شما. به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر زاده فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا نبی خالقزاد شما را همراهی میکردم و سپاس از شما برای همراهی. لطفاً نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.